درآمد از فیفا قضیهش چیه؟ توی فیفا یه بخشی داریم به نام آلتیمیت تیم و توی آلتیمیت تیم ما چیزی داریم به نام کوین. کوین یا همون سکه، چیزیه که باهاش میتونید بازیکن‌های مورد علاقتون رو بخرید و به تیمتون اضافه کنید یا به ما بفروشیدش، که این میشه همون درآمد از فیفا. یعنی شما با درآوردن کوین و فروشش میتونید به درآمد از فیفا برسید. چقدر باید وقت گذاشت؟ غالبا مثل هر کار دیگه وقت بیشتری بذارید، سود بیشتری هم گیرتون میاد. چقدر درآمد میشه ازش داشت؟ خب درآمد از این کار متغیره، ولی میتونید به درآمد بالای 6-7 میلیون در ماه برسید. چطور میشه کوین درآورد؟ با بازی کردن رایواز و فاد چمپیون و اسکواد بتل و کسب جوایز هفتگی، باز کردن پک ها و فروش بازیکنای توش، و در آخر ترید و اینوست با کارت های توی آلتیمیت تیم. از کجا میشه شروع کرد؟ با داشتن FC24، یک کنسول، یک اینترنت خوب، یک اکانت ای با ثبت نام در سایت ea.com و داشتن کانال FG آیکون برای فروش کوین هاتون در تلگرام.